آن شب هوا در دهه خاموش بود. حتی سگ‌ها هم کم عکاس می‌کردند. آسمان پر از ستاره اما دل یک خانه پر از ترس بود. در یک خانه گیلین در کنار کوه یک مادر نشسته بود. رویمانش را سخت بسته، دستانش را به دعا برداشته. در پیشش چای سرد شده بود، ولی او به چای نگاه نمی‌کرد. او به پسرش نگاه می‌کرد. پسرش جوان بود. نامش سعید. قد و قامتش بلند، اما چشمانش خسته، چون چند شب بود خوابش نمی برد. او قرار گرفته بود به روسیه می رود. در دهه کار کم بود، پول هم کم، هر روز یک گپ. مهاجرت رفتن در کار، فقط 1-2 سال بعد بر می گردیم. همه همین را می گفتند. همه. پدرش کیها وفات کرده بود. بار زندگی مانده بود به دوش سعید و مادرش. مادر بعضن گفت نمی گفت، ولی چشمانش همه چیز را می گفت. نان نیست، قرض زیاد، زندگی سخت. سعید در دل می گفت من می روم، پول می یابم، خانه تعمیر می کنم، قرضها را می دهم، مادرم را خرسند می کنم. نیتش بد نبود، راستش نیتش پاک بود، اما زندگی بعضن از نیت پاک هم استفاده می کند تا آدم را بسنجد. مادر آهسته گفت سعید جان، تو رفتنی هستی؟ سعید سر جنباند. ها آچه، چی کار کنم؟ در دهه پول نیست. مادر چیزی نگفت. بعد به طرف گوشه خانه رفت، یک جامدان کهنه را برآورد. آن جامدان از دوره پدرش مانده بود. گویا خود تقدیر می‌خواست گوید این راه را پیشتر هم رفتند. مادر لباسها را آهسته آهسته جمع کرد. هر لباس را می‌گذاشت، گویا یک پارچه دل خود را می‌گذاشت. بعد یک چیز را از جیبی روی مالش برآورد. یک مهرچه تسبیح و یک قرآنی خورد. این را بگیرم، گفت او. سعید گفت اوچه، قرآن را میفهمم، میگیرم. مادر نزدیک آمد، قرآن را به سینه پسرش گذاشت. پسرم، روسیه دور است. آنجا کسی تو را نمیشناسد. آنجا آدم به زودی راهش را گم میکند. این کتاب را گاه گاه کشا، یک دعا بخوان. حداقل دلت زنده میماند. سعید خاموش شد. در دلش یک حس ناراحتی پیدا شد. نه از قرآن، از همین جمله. راهش را گم میکند. او گفت اوچه، من بر راهم میدانم، من برای کار میروم. مادر با آواز پست گفت من هم میدانم تو برای کار میروی، اما شیطان هم همین را انتظار میشود وقتی آدم تنها است. سعید چیزی نگفت، چون جوان بسیار وقت فکر میکند. این گپ ها برای دیگران است، برای من نه. همین خیل آدم آهسته آهسته به امتحان نزدیک می شود. صبح رفتن. صبح سعید بر وقت خیست. هوا سرد بود. مادر در آشخانه نان گرم کرد. کمی روغن، یک پیاله چای. خوراک زیاد نبود، اما مهر زیاد بود. سعید 1-2 لقمه خورد. لقمه در گلویش نمی گذشت. نه از گرسنگی، از غم. مادر گفت پسرم، اول نمازت را خوان، بعد رو. سعید گفت اوچه، دیر می شوم، ماشین می رود، بعد می خوانم. مادر چیزی نگفت، ولی دلش لرزید، چون این بعد در زندگی مهاجر بسیار خطرناک می شود. سعید برآمد، در دروازه ایستاد. یک لحظه به حولی نگاه کرد. حولی که در آن کلان شد. دیوارهای گیلین، درخت زردالو، یک کت کهنه، همه اش مثل فیلم پیش نظر آمد. مادر در پشت در ایستاده بود. رویش را پنهان میکرد تا پسرش اشکش را نبیند. سعید گفت اوچه، دعا کن. مادر گفت الله تو را حفظ کند. پسرم، حلال کار کن، حرام نکن و نمازت را گم نکن. سعید هنگ گفت، ولی در دلش گفت در روسیه اول کار، بعد نماز. همین فکر آهسته به سرنوشت تأثیر میکند. روحی دور سعید به شهر رفت. از شهر به روح، از روح به دیگر روح. بلیت، اتوبوس، سرحد، نوبت، آدمهای بیگانه، صداهای دیگر. وقتی به روسیه رسید، اولین چیزی که حس کرد سرما بود. سرما نه فقط در هوا، در آدمان هم. شهر کلان، بیناها بلند، همه می شتابند. هیچ کس به کس نگاه نمی کند. برای مهاجر این سخت است. تو هستی اما گویا نیستی.
او را یک شناسه اش پیشواز گرفت. نامش جمشید. سالها بود مهاجر. چشمانش دیگر مثل تاجیک های دیه گرم نبود. کمی سخت شده بود. جمشید گفت بیا اکا، زندگی سخت است ولی پول هست. فقط قاعده اینجا بسیار گپ نزن، بسیار باور نکن. سعید خندید گفت من برای کار آمدم، نه برای گپ. جمشید به او یک خوابگاه نشان داد. یک اتاق تنگ، 4 کت آهنین، بوی خستگی، بوی کار، بوی مرد دور از خانه. سعید شب در همان کت خوابید، اما خوابش نبرد. دلش به دهه می رفت، به روی مادر، به دعای مادر. او قرآن خرد را از جیبش برآورد. یک لحظه نگاه کرد، حتی کشادن هم خواست، ولی همان وقت یک همخانه اش گفت ای تاجیک، فردا ساعت 6 میخیزم، کار بسیار، خواب کن. سعید قرآن را باز به جیب گذاشت. گفت فردا. و همین فردا در حیات او کلمه بسیار تکرار شونده می شود. روز اول در کار. صبح ساعت 6. سعید چشمانش را گشاد. تنه‌اش درد می‌کرد، گویا تمام شب بار برداشته باشد. خوابگاه سرد. آدم‌ها تیز تیز می‌پوشند، می‌شتابند. در بیرون برف میده میده می‌ریخت. جمشید گفت بیا دیر کنی، نچلنیک جنگ می‌کند. سعید در راه آرام بود. در دلش گفت من صبر می‌کنم برای مادرم. کار سخت بود. ستونها، بار، بتون، بالا پایان. دستانش زود کفید، اما او طاقت کرد. شام وقتی به خوابگاه آمد، زانوهایش می لرزیدند. در دل گفت من امروز نماز نخواندم. او خواست برخیزد، طهارت کند، ولی بدنش قوت نداشت. در گوشش آواز همان جمله آمد، بعد می خوانم. او به خود گفت فقط امروز، فردا می خوانم. همین خیل یک روز می شود 2 روز، 2 روز می شود هفته، هفته می شود ماه، و انسان نمی فهمد که چگونه نماز از زندگیش دور می شود، بی جنگ، بی آوازه، فقط با خستگی. زنگ مادر. یک شب تلفن زنگ زد. آچه. سعید زود جواب داد. ها آچه؟ آواز مادر کمی لرزان بود. پسرن، زنده ای؟ سعید گفت ها آچه، زنده‌ام. کار بسیار اما خوب. مادر گفت همان طوری که گفتی حلال کار میکنی. ها آچه، نمازت چی؟ سعید یک لحظه خاموش ماند. بعد گفت آچه اینجا کار بسیار، فقط کمی بعد براه میمانم. مادر آهسته گفت پسرم بعد نگو، بعد بسیارها را سوزاند. سعید خندید برای آرام کردن مادر. آچه خواطر نشو، من قوی هستم. مادر گفت قوی بودن دیگر چیز است پسرم، دل زنده باشد قوی هستی. سعید چیزی نگفت. زنگ تمام شد، ولی کلمه مادر در سرش ماند، دل زنده باشد. آن شب او از کت خست، طهارت کردن خواست، ولی همخانه‌هایش خندیدند. ای سعید، نماز، خسته نیستی، خواب کن، پگاه باز کار. سعید در جایش ماند، نشست، قرآن را از جیب گرفت، کشاد، فقط 1 دقیقه نگاه کرد، چشمش تر شد، بعد آن را پوشاند، گفت فردا، فقط فردا. و همین جا امتحان سر می شود. در روسیه روزها تیز می گذشتند، چون سعید وقت نداشت. وقت را کار می خورد. صبح ساعت 6 برخیز، شام برگشت، بعد خواب، همین. اما سختی فقط کار نبود. سختی آن بود که سعید خود را تنها حس می کرد، حتی در اتاقی که پر از آدم بود. 4 کت آهنین، 4 مرد، 4 سرنوشت. همه خسته، همه غمدار، همه دور از خانه. آنها بعضن صحبت می کردند، ولی این صحبت ها گرم نبود. صحبت مثل هوای خنک بود، می آمد، می گذشت. سعید اولها هر شب مادرش را یاد می کرد. دلش می خواست زنگ زند، اما نمی خواست مادرش آواز خسته او را شنود. آچه خواطر می شود می گفت. اما حقیقت این بود خود سعید خواطر بود، برای خودش، برای دلش. کار بچه مهاجر را خاموش می کند. در کارگاه همه فریاد می زدند. نچلیک روس بود، دقیق نبود، دلسوز هم نبود. بسره، بسره می گفت. تشتو، سپیش. سعید حالا زبان روسی را خوب نمی دانست. بعضی گپها را فهمید، بعضی را نه. اما یک چیز را خوب فهمید. اگر تیز نباشد، از کار می رانند.
مردان مهاجر عادت میکنند خاموش باشند، چون در اینجا خاموشی امنیت آنهاست. هر گپ خطر، هر خطا جریمه، هر بحث مشکل. سعید تیز تیز کار میکرد، دستهایش کفیده، ناخونهایش سیاه شد، پایهایش ورم کرد، اما او طاقت میکرد، چون در سرش یک فکر بود: پول فرستانم به خانه. اولین پول. یک شام سعید اولین معاشش را گرفت. پول در دستش بود، ولی دل در دستش نبود. او به اتاق برگشت، نشست و به پول نگاه کرد. این پول برای او شادی نبود. این پول مثل یک سنگ بود، سنگ مسئولیت. او به مادرش زنگ زد: اوچه، پول گرفتم، فردا میفرستانم. آواز مادر روشن شد: الحمدلله پسرم، خدا برکت دهد. سعید تبسم کرد. برای اولین بار بعد چند روز مادر گفت: پسرم، خسته نیستی؟ خسته ام اوچه، لیکن طاقت میکنم. نمازت را خوان پسرم، نماز در خستگی هم شفا است. سعید گفت: ها اوچه، میخوانم، اما در دل گفت: با این خستگی چه خل خوانده میتوانم؟ شبهای مهاجر مکتب شیطان. شب وقت کار تمام می شود، مهاجر دو راه دارد: خواب کند تا فردا زنده ماند، سرگرم شود تا غم را فراموش کند. بسیارها راه دوم را انتخاب می کنند، نه از بدی، از درد. در اتاق سعید یک بچه بود، ناظم. او بسیار می خندید، بسیار شوخی می کرد، گویا غم ندارد، ولی در چشمانش غم پنهان بود. ناظم گفت: سعید، تو بسیار خاموشی آدم را می خورد. سعید گفت: من کار می کنم، همین. ناظم خندید: کار هم می کند، لیکن دلت را هم نگاه دار. بیا شام یک جا می رویم، کمی هوایی بس کنیم. سعید گفت: کجا؟ ناظم گفت: یک کافه، نشینیم، چای، گپ، هیچ چیز بد نیست. این هیچ چیز بد نیست همان جمله است که بسیار جاها سر می شود. سعید اول رد کرد، ولی ناظم گفت: اکا یک بار، یک ساعت، تو آخر آدم هستی یا ماشینه؟ سعید خسته بود، دلش تنگ بود، و وقت دل تنگ می شود انسان به آسانی هم گوید. کافه جایی که دل سست می شود. آنها رفتند. کافه گرم بود، نور زیاد، موسیقی پست، آدم ها می خندیدند. سعید خود را بیگانه حس کرد. همش دیگر بود، اما همزمان یک حسی آرامی آمد. برای یک ساعت غم را فراموش کرد. ناظم گفت: بینی، همین را می گفتم، همش می شود. سعید گفت: من فقط یک بار آمدم. ناظم گفت: هیچ گپ، فقط یک بار بسیار وقت عادت می شود. او شوخی کرد، ولی راست گفت. تنها سعید گان وقت این را نفهمید. در گوشه کافه یک دختر روس نشسته بود. به آنها یک لحظه نگاه کرد. سعید چشمانش را زود دور کرد، دلش ناآرام شد. ناظم به سعید نگریست، خندید: ای تاجیک، تو هم آدمی، نترس. سعید گفت: من برای این آمدن نیستم. ناظم گفت: همه همین را میگویند. باز همان فردا شام وقت به خوابگاه برگشتند، سعید خیلی خسته شد. ولی این خستگی دیگر از کار نبود، از دل بود. او به کد نشست، به جیبش دست برد، قرآن خورد را گرفت، خواست کشاید، اما آواز دیگر در سر آمد: تو امروز در کافه بودی، تو امروز خندیدی، تو امروز. و همین فکر به او گفت: حالا نماز نخوان، تو خودت را شرمنده میکنی. این شیطانی است، این فریب است. چون نماز برای پاک ها نیست، نماز برای کسی است که میخواهد پاک شود. اما سعید این را نمیدانست، یا میدانست ولی احساس نمیکرد. او قرآن را پوشاند، گفت: فردا. روز دیگر سرما زیادتر، روز دیگر در کار سرما سختتر بود. سعید برف را در رویش حس میکرد، ولی سرمای اصلی در درونش بود. او فکر میکرد: من برای مادرم پول میفرستم، این خوب است. پس چرا دلم سنگین است؟ چون پول دل را سیر نمی کند. دل دیگر چیز میخواهد: معنا، آرامی، دعا. شام ناظم باز گفت: بیا باز یک جا می رویم. سعید گفت: نه. ناظم گفت: هیچ گپ، فقط یک ساعت. سعید گفت: من خستم. ناظم گفت: همه خستند، لیکن همه می خندند. سعید خاموش ماند و باز ها گفت. این دفعه قدمش آسانتر بود، چون دفعه اول دل می ترسید، دفعه دوم عادت آغاز می شود. دعای مادر مثل نور است،
ولی اگر دل روی گرداند نور را هم نمی بیند. سعید همان شب از کافه برگشت. در راه شمال می زد. برف به چشمانش می خورد. او به آسمان نگاه کرد. همه چیز سفید، سرد، خاموش. او آهسته گفت خدایا. ولی این کلمه هم در هوا ماند. دوامش نیامد. چون کسی که دعا کردن را فراموش می کند، کلمه ها را هم گم می کند. آغاز نشانه. آن شب سعید خواب دید. خوابش عجیب بود. او خود را در شهری کلان دیده بود. تنها، در بین آدمان. همه می گذشتند، کسی نمی گشت. او فریاد می زد، اما آوازش نمی برآمد. بعد از دور آواز مادرش آمد. پسرم، نمازت. سعید می خواست به آن طرف دویده رود. ولی پایش مثل سنگ بود. حرکت نمی کرد. او از خواب بیدار شد. عرق کرده. دلش تیز می زد. ناظم از کسی دیگر گفت چی شد؟ سعید گفت هیچ، اما او می دانست این هیچ نشانه است. پس از آن خواب سعید دیگر همان خیل نماند. هرچند به کسی نشان نمیداد، در دلش یک ترس آرام پیدا شد. نه ترس آدم، ترس خدا. ترسی که اگر به دل درآید انسان را نگاه می دارد. صبح در کار دستانش کار می کردند، ولی فکرش دیگر جا بود. هنگام بتان برداشتن در سرش یک جمله تکرار می شد. پسرم، نمازت. این آواز در خواب بود، اما در بیداری هم مانده بود. شام وقت به خوابگاه برگشت خسته بود. ولی این دفعه خستگی بهانه نشد. او از کت خیست، به حمام رفت. آب خنک بود. دستش می لرزید، ولی طهارت گرفت. برگشت. کسی نگاه کرد، گفت ای سعید، چی می کنی؟ سعید گفت هیچ، آبرویی. اما دلش می دانست من می خواهم نماز خوانم. او نمی دانست در این اتاق تنگ چی خیل نماز خواند. جای کم، آدم بسیار، خجالت هم بسیار. و همین خجالت بسیارها را از نماز دور می کند. نه گناه، نه کفر، فقط خجالت. او باز نشست. قرآن خرد را گرفت. کشاد. فقط یک آیت را دید. نفسش تنگ شد، چون گویا آیت به اون نگاه می کرد. همین لحظه تلفن زنگ زد. جمشید بود. سعید، فردا یک جای می رویم. یک تاجیک هست. استاد است. مسجد می رود. بچه ها را جمع می کند. بیا، شاید به تو فایده کند. سعید در حال گفت بله، می روم. چون دلش خودش راه می جست. مسجد خرد، نوری کم، معنا زیاد. فردا بعد کار سعید با جمشید به یک مسجد خرد رفت. مسجد کلان نبود، اما هوایش دیگر بود. آرام، گرم، بوی قالین، بوی دعا. یک چند تاجیک ها نشسته بودند. بعضی اشان جوان، بعضی اشان کلان. همه در چشمانشان غریبی بود. غریبی نه فقط از خانه، از زندگی. استاد آمد. مرد میان سال، ریش کمی سفید. آوازش پست داشت، اما سخنش سخت. وی گفت بچه ها، مهاجرت سخت است. من میدانم، اما یک چیز را فراموش نکنید. پول برای زندگی است، دین برای جان. اگر جانت مرد، پول چی می شود؟ این جمله به سعید زد، چون او خود هم همین را حس می کرد. تنها گفتن نمی دانست. استاد ادامه داد. شیطان در روسیه زیادتر نیست، تنهایی زیادتر است. تنهایی باشد، شیطان آسان کار می کند. برای همین نماز را گم نکنید. نماز رسمان است. رسمان کنده شود، آدم می افتد. سعید شرخم کرد. در دلش گفت من الکی رسمانم را سوز کردم. استاد به جوانها نگاه کرد. گفت بعضی ها می گویند فردا کفالت دارد؟ کی به تو کفالت داد؟ سعید مثل کسی که دلش را خوانده باشند لرزید. نماز اول با اشک، به آواز. آنجا نماز جماعت خوانده شد. سعید هم به صف ایستاد. اول نمیدانست چی کند. پایهایش می‌لرزیدند. اما وقت الله اکبر گفت، گویا باری وزنی از کتفش کم سبک شد. در سجده اشک به چشمانش آمد. او گریه نکرد، فقط اشک خودش آمد. چون مهاجر بعضن سالها گریه نمی کند، ولی یک سجده همه چیز را می شکاند. بعد نماز استاد به او نزدیک شد. نام تو چیست پسرم؟ سعید.
سعید از کجایی؟ از تاجیکستان، از دهه. استاد تبسم کرد. خوب آمدی. مسجد را خانه‌ات کن. اگر هر شام 10 دقیقه هم بیایی، دل تو زنده میماند. سعید گفت: رحمت استاد، من میخواهم دیگر شوم. استاد گفت: دیگر شدن یک باره نمی شود، اما یک چیز را یاد گیر. بعد نگو، حالا. این سخن در دل سعید مثل مخ نشست. دوستی امتحان دیگر. اما همین وقت بیرون از مسجد زندگی دیگر بود. وقت سعید به خوابگاه برگشت، ناظم او را دید. ای سعید، کجا بودی؟ گم شدی. سعید گفت: مسجد. ناظم خندید. مسجد؟ آقا، تو حالا جوانی. اینجا روسیه است. اینجا نه نماز نه دعا پول نمی دهد. سعید گفت: پول همه چیز نیست. ناظم چشمش را تم کرد. ای بچه، اگر پول نباشد تو حتی به خانه زنگ زده نمی توانی. پول همه چیز است. این گپ ها بسیارها را می برد، چون حقیقتش یک قسم است، لیکن یک قسم، نه همش. سعید گفت: من فقط می خواهم دلم آرام شود. ناظم گفت: آرامی؟ آرامی را در اینجا تنها خواب می دهد یا کیف. سعید گفت: من کیف نمی خواهم. ناظم بر رویش نگاه کرد. حاضر نمی خواهی، بعد می خواهی. و همین بعد به خود سعید زد، چون این کلمه در زندگی او الکی بسیار شده بود. آزمایش خورد قدم به قدم. یک شام ناظم گفت: بیا فقط یک بار، یک کمی، برای خستگی، برای سرما، برای فکر را پرتافتن. سعید گفت: نه. ناظم گفت: آقا، تو مرد دهه‌ای راستی. حالا به روسیه عادت کن. بچه ها همین خیل. سعید در دل گفت: اگر من رد کنم آنها میخندند، مرا ضعیف میگویند و اینجا آزمایش است. انسان از خدا میترسد یا از گپی آدم؟ سعید لحظه سکوت کرد. سکوت کوتاه، اما در همین سکوت بسیار چیز حل می شود. او گفت: نه، نمیروم. ناظم یک کمی حیران شد، بعد خندید. آها، استاد به تو ترس داد ها؟ سعید خاموش ماند، ولی در دلش یک قوت پیدا شد، چون بار اول گفت نه، اما شیطان یک بار نمی آید. او باز می آید با راه های دیگر. حرام همیشه با نام حلال می آید. روز دیگر در کار یک روس آمد. گفت: یست پدرابودکا، جنگ خروشیه، بستره. جمشید به سعید نگاه کرد. پولی خوب، فقط کار کمه، فهمیدی؟ سعید پرسید: چه خیل کار؟ جمشید پست گفت: یک چیزهای شبه، لیکن پول کلان. سعید یک باره به یاد آورد سخن استاد: پول برای زندگی، دین برای جان. او گفت: نه. جمشید چشمانش را کلان کرد. ای سعید، تو دیوانه ای؟ همه میکنن. سعید گفت: همه کنن، من نمیکنم. جمشید گفت: بعد پشیمان میشوی، فقط یک بار. باز همان یک بار. سعید به آسمان نگاه کرد، نفس کشید. گفت: من به مادرم چی میگویم؟ من به خدا چی میگویم؟ جمشید سکوت کرد. آخر باب 3 اما امتحان تمام نشد. آن شب سعید به مسجد رفت. تنها نشست، دعا کرد، ساده، با زبان خودش: خدایا، من میخواهم راست روم، ولی راه بسیار لغزار است، به من قوت ده. وقتی برگشت، تلفن آمد، رقمی نامعلوم. سعید جواب داد، آواز مردانه، سخت: سعید، تو تاجیکستانی؟ من تو را میدانم، برای تو کار هست. پولی کلان، فقط به کسی نگوی. سعید دلش لرزید، چون میدانست این کار در پشتش چی دارد. او گفت: من فکر میکنم و همین فکر میکنم بعضا خطرناک است، چون شیطان وقت فکر را دوست می‌دارد. آن رقم نامعلوم مثل سنگ به دل سعید افتاد. او تلفن را خاموش کرد، اما فکر خاموش نشد. پول کلان، فقط به کسی نگویی. هرگاه کسی چنین میگوید معنایش یک چیز است. در آنجا حقیقت تازه نیست. سعید شب به کت دراز کشید. همخانه ها خواب بودند.
خوابگاه پر از نفس مردان خسته. اما سعید خواب ندید. چشمانش پوشیده، فکرش کشاده. وی در دل گفت من برای حلال آمدم. چرا اینقدر آسان حرام راهش را می کشاید؟ چون شیطان همیشه به آدمی می رود که نیاز دارد. تنهایی سخت‌تر می شود. صبح سعید به کار رفت. در راه برف می بارید. قدمهایش مثل آهن وزنین بود. در کارگاه همه شتاب می کرد. نچالنیک فریاد می زد. سعید کار می کرد. ولی در سرش همان رقم بود. جمشید به او گفت سعید من شنیدم به تو زنگ زدن. سعید حیران شد. از کجا می دانی؟ جمشید تبسم کرد. تبسمی بد. اینجا همه چیز زود پهن می شود. آنها شبکه دارن. بچه احتیاط شو. سعید گفت من نمی خواهم. جمشید گفت همه هم اول نمی خواهند. بعد وقتی خانه از تاجیکستان زنگ می زند می گویند پول در کار. این جمله به سعید سخت زد. چون او می دانست خانهشان همیشه در کار می گوید. قرضها هستند. دارو هست. حیات آسان نیست. جمشید پس گفت من تو را می ترسانم. نه من حقیقت می گویم. روسیه آدم را میشکند اگر تو ریسمونی ایمان نداشته باشی. این را از جمشید شنیدن عجیب بود. چون جمشید خود هم بسیار چیز را گم کرده بود. زنگ خانه خبری بدی شام. وقتی سعید به خوابگاه آمد تلفن باز زنگ زد. این دفعه رقم شناس بود. از تاجیکستان. اوچه؟ سعید زود جواب داد. ها اوچه؟ اما این دفعه آوازی مادر دیگر بود. آوازی او مثل پیش آرام نبود. می لرزید. پسرم تو نشسته ای؟ سعید دلش فشار شد. ها اوچه؟ چی شد؟ مادر یک لحظه سکوت کرد. آن سکوت از گریه سخت‌تر بود. پسرم عمویت بیمار شد. بعد طبیب گفت که زود طبابت لازم. پول بسیار. سعید نفسش را فرو برد. چند؟ مادر گفت من نمیدانم. گفتند کمش همین قدر. رقم گفت. برای سعید کلان بود. خیلی کلان. سعید سردرد گرفت. او به دیوار تکیه کرد. دستش می لرزید. آچه من حالا اینقدر پول ندارم. مادر گفت من میدانم پسرم. من نمیخواستم گویم. اما عمویت وی هم پدر برین بود برای تو. من دیگر به کی گویم؟ سعید چشمانش تر شد. آن لحظه او خود را خورد حس کرد. بی پول، بی قوت. او گفت اوچه من کوشش میکنم. قسم کوشش میکنم. مادر گفت پسرم تنها یک چیز. برای پول حرام نکن. سعید خاموش شد. چون این جمله گویا دلی او را خواند. مادر ادامه داد من میدانم روسیه چی خیل است. من میدانم آدمان چی میگویند. اما پسرم پول میآید میگذرد. ایمان اگر رفت برگرداندنش سخت است. سعید گفت آچه من حلال میابم. مادر گفت الله مدد کند. من برای تو دعا میکنم. زنگ تمام شد. سعید تلفن را پست کرد. به هوای خنک نفس کشید. همان لحظه در دلش یک جنگ سر شد. جنگی درونی حالا یا بعد. سعید در کت نشست. به قرآن خورد نگاه کرد. بار اول حس کرد که این کتاب فقط برای برکت نیست. برای جنگ است. جنگ نفس. وی به خود گفت اگر من رد کنم عمویم چی نشود؟ اگر قبول کنم من چی میشوم؟ این سوالها مهاجر را شبها میکشند. همان لحظه ناظم در آمد. خندید. ای سعید رویت سیاه چی شد؟ سعید گفت خبری بد از خانه. ناظم یک بار جدی شد. چی؟ سعید گفت بیماری، پول در کار. ناظم آهسته گفت من گفتم کو روسیه همین است. اگر پول لازم شود راه پول هم می آید. سعید به او نگریست. تو چی می گویی؟ ناظم گفت آن کاری که به تو گفتند قبول کن. یک دو بار همش بعد تمام. سعید گفت این حرام است. ناظم گفت حرام؟ اکا تو عمویت را نجات ده. بعد توبه میکنی. خدا بخشنده است.
این جمله بسیار خطرناک است. اول گناه، بعد توبه. چون بعضا گناه توبه را نمیماند. سعید گفت تو از کجا میدانی خدا مرا به توبه میرساند؟ ناظم سکوت کرد. بعد گفت برادر، زندگی سخت است، اینجا ایدئال نمی شود. سعید خاموش ماند، چون سخن ناظم به گوش بسیار مهاجر راست می نماید. اما راست بودنش معنای حق بودن ندارد. واخوری با آنها. روزی دیگر همان رقمی نامعلوم باز زنگ زد. سعید این دفعه جواب داد. سعید، ها، بیا امروز ساعت 9 ایستگاه گپ میزنیم، فقط خودت. سعید گفت من نمیدانم. آواز سخت شد. بچه، پول میخواهی یا نه؟ سعید نفس کشید. میایم، فقط گپ میزنم. او خودش هم فهمید همین فقط گپ بسیارها را برده است. شام ساعت 9 او رفت. هوا تاریک، برف ریزه، دستهایش در جیب، دیل در گلو. در ایستگاه یک ماشین سیاه ایستاده بود. شیشه هایش سیاه، در اون کسی نشسته. یک مرد برآمد، کرته سیاه، چشمانی سخت. تو سعید؟ ها، بیا نشین، نمی ترسی. ما آدمانیم، یاری هم. این یاری هم با چنین آدمان همیشه دروغ است. سعید نشست. ماشین حرکت کرد. سعید دیلش تیز زد. کجا می رویم؟ مرد گفت فقط یک جای، گپ میزنیم. آنها در یک جای خالی ایستادند. مرد به او نگریست. ما برای تو کار داریم. آسان، 2 روز، پول کلان. سعید گفت چی کار؟ مرد تبسم کرد. بچه، سوال زیاد نکن، اینجا روسیه است. سعید گفت من حرام نمی کنم. مرد چشمانش را تنگ کرد. حرام؟ خوب، حلالت همین بتان است. با بتان همویت را تبابت میکنی. این سخن مثل قمچین بود. سعید گفت من راه دیگر میابم. مرد دست به جیب برد. یک دسته پول نشان داد. این دیگر راه است. حاضر. یک امضا، یک بار، بعد خانه‌ات را نجات میدهی. سعید به پول نگاه کرد. چشمانش در آن لحظه پول را نجات دید. اما در سرش آواز مادر آمد. پسرم، برای پول حرام نکن. و آواز استاد، بعد نگو. حالا. سعید چشمانش را پوشید. نفس کشید. گفت من فکر میکنم. مرد خندید. فکر کن، لیکن وقتی زیاد نیست. فردا جواب میدهی. ماشین او را برگرداند. سعید از ماشین فرامد. پایهایش سوست، گویا از جنگ برگشته باشد. مسجد، پناه آخرین. آن شب سعید راست به مسجد رفت. دیر ماند. مسجد قریب خالی بود. استاد هنوز آنجا بود. سعید با او نزدیک شد. با شرم گفت استاد، به من پیشنهاد پول کردند. پول کلان، اما من میترسم. استاد آرام به او نگریست. چی میخواهی؟ سعید گفت من میخواهم عمویم زنده ماند. میخواهم مادرم گریه نکند، اما نمیخواهم خدا را گم کنم. استاد گفت پسرم، هر دو چیز را میخواهی. این خوب است، لیکن راهش صبر است. حلال سوست می آید، اما با برکت می آید. حرام تیز می آید، اما با لعنت می آید. سعید گفت اگر حلال دیر شود چی؟ استاد گفت دیر شدن بهتر از گم شدن است. سعید چشمانش را پست کرد. من ترسیدم. استاد گفت ترس نشانه زنده بودن دل است. بعد آن وقت است که دیگر نمی ترسی. سعید گفت من چی کنم؟ استاد گفت امشب 2 رکعت نماز بخوان. خدا از تو راهی حلال می کشاید اگر راست باشی. ولی یک چیز، با آنها فقط یک بار نگو، چون یک بار در را می کشاید. سعید سر جنباند. آخری باب 4 امتحان در آستانه. سعید آن شب نماز خواند، با اشک، با ترس، با دعای کوتاه. ای الله، من در غریبی ماندم، راه نشانده، مرا از حرام نگاه دار. وقتی از سجده برخاست، تلفن یک پیام داد از همان رقم. فردا ساعتی 6. جواب: اگر ها، پول آماده، اگر نه،
دیگر گپ نیست. سعید به اکران نگاه کرد. دلش مثل سنگ شد. فردا ساعت 6. این ساعت می توانست زندگی او را به 2 راه برد. صبح هنوز نبرآمده بود. خوابگاه سرد. سعید از خواب با دل وزنین بیدار شد. تلفن در دستش بود. پیام شبانه همانجا. ساعت 6. جواب: ها، پول. نه، دیگر گپ نیست. وی ساعت را دید. 5 کودیه. دستانش می لرزیدند. نه از سرما، از جنگی درونی. او به دیوار تکیه کرد. در سرش آواز مادرش چرخ می زد. پسرم، برای پول حرام نکن. پس آواز استاد: حرام تیز می آید، حلال با برکت می آید. سعید به حاجتخانه رفت. آب خنک، طهارت گرفت. بار اول حس کرد که این آب نه تنها رویش را می شوید، فکرش را هم می شوید. به اتاق برگشت. همخانه ها هنوز خواب بودند. ناظم هم. سعید در گوشه تنگ 2 رکعت نماز خواند. آهسته، پست، برای آنکه کسی نخواندد. اما در دلش گفت: ای الله، من در غریبی ماندم، راه نشان ده. من حرام نمیخواهم. وقتی سلام داد، 1 لحظه آرام شد. لیکن آرامی هنوز جواب نبود. ساعت 6 لحظه قرار. ساعت 5 کادیه اتاون شد. سعید تلفن را کشاد. انگشتش به اکران می رسید ولی دل اجازت نمی داد. همین وقت از گوشه اتاق ناظم بیدار شد. گفت: چی شد سعید؟ چرا اینقدر بر وقت؟ سعید چیزی نگفت. ناظم فهمید. آهسته گفت: حاضر حگوی همهش حل می شود. عمویت تبابت می شود. مادرت گریه نمی کند. این سخن به دل می رسد چون حقیقت را با فریب می پوشاند. سعید به او نگاه کرد. اگر من حق گویم بعد چی؟ ناظم کتف برداشت. بعد توبه می کنی. خدا بخشنده است. سعید آرام گفت: خدا بخشنده است، لیکن من از کجا می دانم که بعد به من وقت می دهد؟ ناظم خاموش ماند. سعید نفس کشید. به تلفن نگاه کرد و نهایت 1 جمله نوشت: نه، فقط همین. ارسال کرد. دلش یک باره خالی شد. گویا 1 کوه از رویش افتاد. اما در همان لحظه ترس آمد. اکنون چی می شود؟ نشانه اول. در کارگاه. آن روز در کار هوا بد بود. برف زیاد. پای لغزان. ناچلنیک باز فریاد می زد. سعید کار می کرد اما فکرش در تاجیکستان بود. عمویش، مادرش، پول. ناگاه 1 حادثه شد. 1 کارگر از بالا لغزید. فقط 1 لحظه. صدای توپ، داد و فریاد. همه دویدند. سعید هم دوید. آن مرد در زمین خواب بود. رویش سبسفید. خون نبود اما بدنش بی حرکت بود. سعید لرزید چون در دلش 1 چیز گفت: اگر امروز نوبتی تو می شد، تو با چی رو به خدا می رفتی؟ آن لحظه سعید فهمید این زندگی فردا ندارد. وی از کارگاه برآمد، نفس کشید. به آسمان نگاه کرد، آهسته گفت: شکر که من نگفتم. نشانه دوم. راهی حلال کشاده شد. شام سعید به مسجد رفت. دلش تنگ بود. به استاد گفت: استاد، من رد کردم. لیکن حالا من پول ندارم. عمویم بیمار است. استاد به او نگاه کرد. تبسم نکرد ولی مهربان بود. پسرم، تو کاری سخت کردی. همه گفته نمیتواند. حالا نوبتی ما. سعید حیران شد. ما؟ استاد گفت: در اینجا 1 چند تاجیک هست. همه مهاجر، همه غریب. لیکن دل داریم. ما می توانیم کم کم جمع کنیم. حلال، با برکت. آن شب چند نفر آمد. یکی 500 روبل، یکی 1000، یکی 2000. پول کلان نبود اما مهر کلان بود. 1 مرد گفت: من هم 1 وقت در جایت بودم. خدا تو را نگاه دارد برادر. سعید چشمانش تر شد چون در روسیه وقتی کسی به تو برادر می گوید دل تو زنده می شود.